سال نو برای ساکنان شهر خوجند باز یک نوگانی آورد. این ارزان شدن نرخ برنج می باشد. رزاق و معظمه طول 20 سال است که همچون برنج فروش کار را فعالیت می برد. نامبرده می گوید که با فرا رسیدن موسم نو نرخ برنج کمی پایان فرامد. من کجا سلامت باشید. منش 20 سال سودا میکنم. اونجای نقد میفروشم. 2016 8 تا نوی بود. وقتی وقتی سیزن اونجا از اون شدگی از 4 تا 7. ساکنان ولایت پایان فرآمدن نرخ برنج را خیلی خوش قبول نمودند، زیرا برنج یکی از محصولات اولین درجه استعمالی می باشد. در بازار پنجشنبه برنج یاوا، اسفره، کانی بادام اونجا زیادتر به فروش برآورده شده است. به مردم شهر خوجند بیشتر برنج یاوا پسند است، زیرا طعم و خصوصیات آن از دیگر نمود برنج ها فرق دارد. خاله شهنازه نیز امروز به بازار آمد تا برنج یاوا را خریداری نماید. امروز در بازار پنجشنبه به خرید روزگار آمدم و به گرونج آمدم که دیدم که نرخ گرونج پایان فرآمده است. گرونج ها را پرسم از 4 سامان تا 7 سامانی می باشد. من از آن خیلی خرسند شدم. بگذار همه نرخ نه بلکه گرونج بلکه همه نرخ به پایان رود که تا که خلق از آنها بهره گیرد. ارزان شدن نرخ برنج معنای آن را ندارد که نرخ دیگر محصولات ها نیز ارزان شده باشد. نرخ بعضی محصولات ها به جای پایان رفتن برعکس بالا می رود. سال 2016 نرخ ماش از 15 تا 18 سامانی را تشکیل می داد. نرخ گوشت نیز روز به روز قیمتتر می شود. نرخ دیگر محصولات ها مثل آرد، قند سفید و روغن نیز بی تغییر است. بالا رفتن نرخ ها به کیسه ساکنان ضرر جدی می رساند، زیرا ساکنان سالهای آخر بیشتر از دکان و مغازه ها خرید می کنند. گرانی نرخ به ساکنان امکانات نمی دهد تا محصولات را زیادتر خریداری نموده ذخیره نمایند. گزارش رستم احمدوف، نگین رحمان و زرافشان خوجموف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.